از لحاظ نوشیدنی عربستان سعودی خیلی سوپرمارکتاش جنس دارن واقعا. یعنی هر نوع بخواید اینجا هست. الان من اومدم که میوه ها یک هندونهایی دارن، اینا خیلی باحال هندونه هاشون. همینجوری مختصر بهتون نشون بدم فقط نوشیدنی هاشون، چون هوا گرمه نوشیدنی طرفدار بود. آب آلبالو مورد علاقه من. شربت تخمی، اینا شربت های تخمی که تخم شربتی میگن چیه، تو ایران هم هست، از اینا هم اینجا دارن، همه نوع دارن. و شیر انواع مختلف، فقط شیر شتر نتونستم پیدا کنم. دنبال شیر شتر هم، پکای یخ که لازم دارم باید بگیرم. نوشابه‌های پپسی خیلی خوشمزه، 7 خیلی خوشمزه. پپسی و 7 بسیار خوشمزه. مال اروپا خوشمزه نیست، مال اینا خوشمزه است. و رانی، یخچال رانی که من هر شده رو بردم و رانی خوردم. این هم انواع شیر که متاسفانه شیر شتر پیدا نکردم، حالا پیدا میکنم. تو مسیر یه روستا با این میشم یه شیر شتر میخرم و همینجوری ادامه داره قسمت نوشیدنی ها.